بالایی دارند. پارالمپیک اینه آفرین عالی فوق العاده حرکات شمشیر با اعتماد به نفس انجام داده می شود در این لحظه واو عالی سلام علیکم سلام علیکم خوب هستید خیرتی هست ان شاء الله ما ولی گله دارم بسیار وقت است شما را ندیدیم بیادر پشتتان دق شدیم بخیر قربانتان تشکر بخیر خوش آمدید. بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاردین مایک سلام وقت بخیر خوش آمدید اسحاق سعید در خدمت شماست به مناسبت پنجمین سالگرد امارت اسلامی افغانستان در اینجا در پارک ورزشی کتابخانه فردوسی هموطنان عزیز ما از رشته های ورزشی متفاوت نمایشات فوق العاده دارند و یک از وطندارای عزیز ما اینمی را در دستش بود ما از دستش گرفتم و با این میتونن که یک نمایش برای شما انجام بدن ما او را دعوت میکنم ببینید که چه نمایش برای شما اینجا انجام بده محترم سلام علیکم سلام عرض ادب خدمت شما خوب هستید خیرتی است قربانتان بخیر باشین نام شما عبدالمبین هستم باشنده شهر مزار شریف مبین جان شما در کدام رشته فعالیت دارید ما در رشته کانفو است بخش سلاح سرد شمشیر و چاقو چوزا کار میکنم چند سال میشه که هستید من مدت 3 سال است که کار میکنم 3 سال؟ بله برای ما یک حرکات باید انجام بدید از این یا از اون مشکل ندارم میتونم تبر برات خوب تر کار کنم بفرمایید بایکتان اوجا بانین تشکر بایکتان راحت بانین ما چند حرکت از وطندار عزیز ما که در این رشته دارن میبینیم برین بخیر واو بیشک فوق العاده بیشک عالی به 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 دیگه حرکات هم دارین؟ حرکات شمشیرزنی و منچک دارم یک شمشیر هم بزنید که باز همکار شما منتظر شما مشکل ندارم بفرمایید یک حرکت شمشیر هم میخوام که ببینم و اینجا بین اینه میشه بفرمایید برین بخیر اینه میشه آفرین عالی فوق العاده حرکات شمشیر با اعتماد به نفس انجام داده می شود در این لحظه واو عالی دوستان عزیز نخستین نمایشی که قرار است در اینجا برگزار شود از موترهای ورزشی است که درافتینگ دارد و گاهی اوقات هر 2 ماه یا هر 3 ماه بعد توسط فدراسیون موتورسپورت ولایت بلخ در اینجا نمایشات فوق العاده برگزار می شود اما امروز در ابتدای برنامه می گفتم که به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی حکومت امارت اسلامی افغانستان تمام نمایشات نه تنها موتر بلکه از هر رشته قرار است که در اینجا اجرا شود ما هم تلاش میکنیم که از اکثریت رشته های ورزشی برای شما ویدیو بگیریم با کسایی که امور رشته را پیش میبرن مصاحبه بکنیم و نظر و احساسات آنها را هم همراه شما شریک بسازیم
دوستان عزیز، با یکی از چهره‌های فعال فدراسیون موتورسپورت ولایت بلخ قرار داریم. حدوداً 3-4 سال میشه که خوشبختانه من ایشان را میشناسم و فعالیت‌های از اونها قابل قدر است. اما شخص که شما هم بشناسید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ خیریتی هست ان شاء الله؟ ما ولی گله دارم. بسیار وقت است شما را ندیدیم. بیادر پشتتان دق شدیم بخیر. قربانتان، تشکر. بخیر باشید. خوش آمدید. اما همه روزا فعالیت شما را من میبینم. اگر نیستم ولی میبینم. زنده باشید. قربان قدر است. ما خب با تمام من شما را میشناسم. کسایی که تازه با ما پیوسته میشه اونام شما را بشناسن. نامتان؟ فیصل درانی، نماینده فدراسیون موتورسپورت ولایت بلخ. نمیگم خدمتگار فدراسیون موتورسپورت، خدمتگار مردم ولایت بلخ که یک تفریح سالم برای اینا ایجاد کنیم. فدراسیون چند سال میشه که در مزار شهر فعالیت آغاز کرد؟ تقریبا 3.5 سال شد. 3.5 سال شد. ما با 2 موتور آغاز کردیم. فعلا چند موتور است؟ بالاتر از 200-300 موتور داریم. چی میگی؟ بله داریم. ولی فعلا یک سبک دوازه را آوردیم که به خاطر موتور ما راجستر شوه قانونی. بله. ما برای کسایی که میخواین در فدراسیون موتورسپورت بره فرم میتیم. فرم که کلانترشان پدرشان اونا رو ضمانت کنه و بعد از او خیلی مهم، چون بسیار هزار ازیتا بود بله. قبل هر کس به نام ما استفاده میکرد. بله. فعلا فرم میتیم اینا وقتی که پدرشان ضمانتشان میکنه کلانتر کوششان ضمانت میکنه اونا فرم دما میتن و ما طی مراحل قانونی از ترافیکی ولایت بلخ بر از اونا پلیت میگیریم. بله. و از ریاست امنیت بر از اونا کارت میگیریم و در گروپ ریاست امنیت در تمام چک پوینت ها معرفی میشه که این مادم مربوط فدراسیون موتورسپورت است و ما هر جای خدای ناخواسته کدام حادثه کدام واقعه رخ میده ما اونا رو میتونیم آسان شناسایی کنیم. یک تصاویر خیلی مهم و خیلی با ارزش هستن. ما از فعالیت‌های شما تا بیرون مرزی هم خبر دارم. بله. از او تصاویرتان بگوین و در رابطه با پلان‌های آینده تان بگوین. کشور دوست ازبکستان چندین بار ما را دعوت کرد و خوشبختانه 2 بار ما اشتراک کردیم که هر 2 بار قهرمان شدیم و آمدیم دوباره قهرمانی را به افغانستان آوردیم و فعلا هم در آینده نزدیک در خود این دفعه در بازار مشترک نه این دفعه در شهر ترمز کار جنگیان داره در داخل کشور ازبکستان. فدراسیون موتورسپورت ولایت بلخ میره و ان شاء الله که به مزار شریف و افغانستان قهرمانی میاره. ما را می‌ناس خبرنگار نمیبرید؟ شما تاج سر ما هستین، شما ما رو یافت نمیکنیم ما شما رو برادر. قربانتان، ما همیشه در خدمت شما هستیم. زنده باشین بخیر باشین. در 5مین سالگرد پیروزی امارات اسلامی قرار داریم. بله. و شما مطمئن هستم که رسما اینجا دعوت شدید و ما چند حرکات موتور سپورت شما را دیدیم. بله. بعد از این حرکات است؟ حرکات خیلی زیاد است. ما از اینجا میریم بیرون شهر، نمایشات ما اینجا ختم نمیشه. فردا هم نمایشات داریم. ما پیروزی امارات اسلامی افغانستان قسم تجلیل میکنیم که در بسته افغانستان رقم تجلیل نشده باشه. فدراسیون موتورسپورت ولایت بلخ برای شما وعده میده این گونه پیروزی امارات اسلامی رو در هیچ جای افغانستان شما تجلیلش نمیبینید. ما در حومه‌های شهر میریم ماله. بعد از اینکه خلاص شد حومه‌های شهر برای مردم نمایش میدیم. در اینجا تمام نمیشه. و ما دوست دارم که بیشتر دستاوردهای شما را ببینم و ما مطمئن هستم که میبینم. تعقیب کنه. ببینن حالا خودم مدرایم. خودم هم ببینم. ما شما را با خود میشونم ببینم چه رقم درف میزم مزه درفت ببینم. قبلا دیده بودین. ولی خیلی ترسیده بودین. این اول شد صاحب تجربه هم شده باشه. تجربه دارین دیگه این دفعه ببینن که فیصل از میدان. سید رفتیم ما و شما. درانی صاحب. با درانی صاحب داخل موتور میشینیم بخیر چند حرکات میریم اما قبل از او که ما او حرکات به تصویر بکشیم اینجا از بخش پارکور آمدن و یا ژیمناستیک کارا بگوییم حرکات انجام میده و حرکات‌های خیلی متفاوت. آفرین. و این کار دیگه ما حدوداً 3 ماه 4 ماه انجام دادم اما نتونستم. به شک ماشاءالله. به 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 به. این رو ببینید. این وای به شک. وزن نسایکو ملاق زدن نسایکو نام خدا. ملاق زدن هیچ ربطی به وزن نداره دوستای، فقط ربط به تمرین داره. تمرین بکن و اثرات تمرینت میبینید. اینجا در لابلای برنامه گفتم که حرکات های گوناگون قرار است که اجرا شود و استاد محترم شما وقت دارین یک دو لحظه صحبت؟ خب صحیح است. چون بچه‌ها حالا در حال ملاق زدن هستن اینا مربوط شما میشه محترم. شما میان یک دو لحظه ما صحبت؟ خواهش شما بیان اینا رو دونا رو بسپاریم. سلام محترم. خسته نباشین. خیرتی است. بخیر است. نام شما؟ استاد رسول هستم، مربی تیم ژیمناستیک و پارکور ولایت بلخ. شما خودتان چند سال تمرین کردین؟ ما حدود از 7 سال زیادتر میشه تمرین میکنم و مربی تجربه مربیگری حدود 9 سال میشه دارم. 2 سال میشه دارم. 9 سال. 9 سال. 9 سال. ماشاءالله. این شاگردان که میبینیم شاگردای خودتان است؟ خوشبختانه یا تیمایی هستند که در سرتاسر ولایت بلخ شهر مزار شریف اینا فعالیت داره. کلاپ‌های گوناگونی هستند. از 4 سمت مزار شریف اینا کلاپ‌هایی هستند که فعالیت کردن و ما به اتحادیه
فدراسیون پارکور ژیمناستیک از طرف تربیتی بدنی ما امروز خواستیم اعلان موجودیت و فعالیت بکنیم و استعداد نشان بدیم برای مردم. شما به نمایندگی بلخ کابل رفتین یا تصمیم دارین برید؟ ما خوشبختانه در سطح افغانستان مزار شریف مقام سیوم از آن خود کردن. بله. و این سال انشالله یک دو ماه بعد ما مسابقه تیم ملی داریم که انشالله اینا رونده کابل هستن انشالله. چی آمادگی گرفتین برای این مسابقات؟ ایال شما چیزی که در میدان در تصویر بکشید می‌بینید که ما چی داریم. اینا زحمات بسیار زیاد کشیدن، شبانه روزی زحمت کشیدن و ناگفتن همانه که حرکت‌ها در کل حرکت‌هایی هستن که جوانایی که میان تصمیم با جان خود میکنن، اول یک تصمیم گیری میکنن و بعداً میان تمرین خود شروع میکنن، چی از بخش ژیمناستیک چی از بخش پارکور. چیزی که عیان است شما میبینید حرکت یک ذره مشکل ثقیل‌تر است. کدام حرکت شاید ثقیل است یا خطرناک است؟ معمولا ما حرکت‌های از بخش موانع داریم، کسبک داریم. اینا حرکت‌هایی است که ما وسیله‌اش امروز نخواستیم بیاریم چون اینجا شرایطش یک ذره زق بود، به خاطر ما سخت‌ترین حرکت دبل تویست برم است، تویست دو دور است. اینا حرکت‌هایی هستند که رکورد هستند، اکثریت از جوانان میتونن. شما در انجام بعضی حرکات گاهی اوقات غلطیدین، افتیدین؟ تا نغلطین هیچ وقت تجربه حاصل نمی‌کنین. این چیزی که ما شما یک رسم داریم، در رسم ما معلوم دار است که بچه‌ها هستن که تا دست شکستاندن اما اینا استاد نشدن، توقف ندادن، باز آمدن ادامه دادن. چرا اینا هیچ کدامشان کلشان قهرمانای بخش ژیمناستیک پارکور میفهمه که قهرمان زاده نمیشه، اونا ساختنی است. دقیقاً. قهرمان زاده نمیشه، قهرمان با تلاش و پشتکار ساخته میشه. و من امیدوارم شما بهترین قهرمانان به نمایندگی ولایت بلخ به کابل بفرستید. بعد از اینکه افتخار به کابل آورد، افتخار به تمام افغانستان بیاره. ان شاء الله ما کوشش نهایت خود کردیم. این جوانایی که شما میبینید اگر داشتن یا نداشتن با هر رقم چالشایی که در افغانستان هستن اینا پافشاری کردن، آمدن تمرین کردن و امروز میبینید که هر یک از اینا الگویی از شهر مزار شریف ولایت بلخ هستند. ما شما هم الگوی ولایت بلخ هستید. تشکر میکنم. سلامت باشین. موفق باشین. سلامت. زنده باشین. با یکی از استادای عزیز ما در بخش این رشته مهم و خطرناک صحبت کردیم. نظر و احساسات ایشان را در رابطه با این حرکات شنیدیم. از بخش موتورسیکل هم اعضای ما هستند. هیچ کامره را خط نکن، بیایم تو بریم بارها صحبت میکنیم و نظر ایشان را هم حتما میشنویم. از بخش موتورسیکل محترم سلام علیکم، خسته نباشین. سلام علیکم. خیرتی است؟ سلامت. بخیر است؟ بخیر باشین. تشکر. سلامت زنده باشین. اسم شما؟ بسم الله اختری هستم. جناب اختری صاحب شما در فدراسیون موتورسیکل هستید؟ بله. چقدر وقت میشه؟ حدود یک سال میشه هستم. یک سال میشه. موتورسیکل آیا به تمرین حرکاتش به تمرین ضرورت داره؟ 100% بدون تمرین بازی با جان است. کدام حرکت موتورسیکل خیلی مهم است؟ حرکتش اگه ما بخوایم در اینا رو فرق میکنه کدام بخش بخوایم سرعت باشیم، درفت باشیم، بخوایم تکچرخ باشیم، در هر کدامش مهارت خود باید داشته باشیم. مثلا جماعت حرکات ما دایره‌ای است، شما کدام حرکت پیش میبرین؟ ما اصلا با بخش تکچرخ و سرعت هستیم. به خاطر این دو بخش ما نیاز داریم یک مهارت بزرگ داشته باشه. چون تکچرخ و موتورسیکل چون چهار طرف افراد است، اگه ما تکچرخ اینجا انجام بدیم ما مشکل سر میخوریم. این موتورسیکل‌ها رو مطمئن شاید از بیرون آورده باشین. مختص می حرکات شاید باشه. یا موتورسیکل سپورت است، بیشتر به خاطر سرعت هستن. تا چند سرعت میگیره اینا؟ یا 299 تا 300. 299 تا 300. بله. امروز با این حرکاتی که در اینجا برگزار میشه آمادگی دارین؟ ان شاء الله. بر شما فقط آرزو میکنم. سلامت باشین. قربانتون. بخیر. سلامت. اعضای ما دوستای ما از فدراسیون موتورسیکل ولایت بلخ هستند که از اینجا گرفته تا آنجا چند موتورسیکل هستند. امروز بیروبار زیاد است، همه را آزاد با همکاریم، نمیتونیم که پیشروی کسی را بگیریم و این بچه نامخدا بسیار خوب حرکات. بیا اینجا. سلام علیکم. خوب هستی؟ خیرتی هستی ان شاء الله؟ نام شما؟ ابراهیم هستم. ابراهیم جان چند ساله هستی؟ ما 16 ساله. چند سال میشه که تمرین پارکور انجام میدی؟ با مدت 3 سال میشه. 3 سال میشه. بله پیش از این بسیار یک وزن زیاد داشته بودم. چند کیلو بودی وقت؟ 160 150 بودم. حالا چند کیلو هستی؟ حالا در تقریبا 80 رسیدیم. به 80 هم خوب ملاق میزنی نه؟ بله. موفق باشید. برو یک ملاق برو، ما لذت تصویرت میگیرم. برو بخیر. تصویرشان رو ببینین میره بخیر. با این وزن اوی بیشک اوه واقعا کیف کرد، لذت بردیم و از این حرکات و از این نمایشات جوانا و نوجوانان ما. چند تصویر دیگه میگیرم بعد با شما خداحافظی میکنم. حاضرین خواهشمندیم که ما نعره تکبیر میگیم و شما الله اکبر بگویید.
نعره تکبیر نعره تکبیر با یکی از وطندارای عزیز ما که در اینجا اشتراک کردن صحبت میکنیم، نظرشان هم پرسان میکنیم. سلام، خوب هستین؟ بخیر صحت؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت خوب؟ تشکر، سلامت. نام شما؟ احمد نوید هستم. احمد نوید از همین مزار شریف هستین؟ بله. مصروف چی کارا؟ مکتب، دانتون؟ مکتب خب فعلا خلاص کردیم. می‌خواستم که پانتون شروع کنم، نشد دیگه. نشده؟ بله. اینجا آمدید به خاطر نمایشات؟ بله. بسیار یک برنامه عالی است، بسیار یک. خود ما که از مزار هستیم چی وقت به صبرانه سعی کردیم میشینیم که چی وقت میشه بسیار یک برنامه دیدنی است. شما اینجا انواع و اقسام نمایشات ورزشی اجرا میشه، بیشتر به خاطر کدامش آمدید؟ بیشتر که به خاطر ماشینا آمدیم. درافتینگ موتورا؟ بله. از دوستان نباشه؟ بله. موتورای اسپورت میکنه از دوستان هم همکاران نباشه؟ بله، از همکارای ما هستن. بله، موتورای مستنگ، شارلت یا که هستن که ما هستن. شما علاقمند کدام درافتر مزار هستین؟ درافتر اینمی ارسلان بصیر خوشم میاد. ارسلان بصیر؟ بله. از دوستاست؟ بله. موفق باشید. ورزشکاران خوب تربیت شدن که همیشه در نمایشات سهم فعال دارند. ورزشکاران ولایت بلخ بودن که بیرق امارت اسلامی. از همه شما یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با احساسایی بودین. شام شد و بعد از این تصویر تاریک میه. ما متاسفانه لایت نآوردیم و امیدوارم که در برنامه بعدی لایت با خود حتما داشته باشیم. فردا انشالله باز دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. تا برنامه فردا دیگه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.